سه چیزی که خداوند و یا بد میبیند چیست؟ یکم چیزی که پروردگار و یا بد میبیند این است که گفتن و میگن. چگونه که در مردم ما و شما بسیار است. بابام گفت، اکم گفت، یا فلانی میگه، اینها را خداوند بد میبیند. گفتن و میگن اینا حقیقت ندارد. دوم چیزی که خداوند بد میبیند این چیز سوال دادن بسیارم پروردگار بد میبیند. سوالم باید اندازه داشته باشد. وقتی سوال که زیاد شد این عملم خداوند بد میبیند. سوم چیزی که پروردگار بد میبیند ضایع کردن مال است. وقتی مال ما ضایع میشود، چگونه که من برای شما گفتم، اگر همین عرق یا بنگ یا سیگارت یا ناس اگر در وجود شما ضرر هم که نداشته باشد، در مال شما ضرر دارد، حالان که وای در جسم شما هم ضرر دارد.